دکتر بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بیکران به روح پاک و پرفتوح امام راحل عظیم الشأنمون، سلام و درود به ارواح پاک و طیب شهدا و سلام و درود به بزرگ سکاندار کشتی انقلاب مقام عظمای ولایت. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت امام موسی کاظم. عرض سلام دارم خدمت همکاران گرامی، ملت بزرگ ایران و مردم عزیز و شریف و محروم مظلوم حوزه انتخابی هم که به بنده حقیر اعتماد کردند. همکاران گرامی، ملت بزرگ ایران، همه ما از گرانی، تورم، بیکاری جوانان، رکود، هزینه‌های بالای زندگی، اجاره مسکن، خرید مسکن، عدم ازدواج جوانان، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش رشد جمعیت، بالا رفتن نرخ ارز، طلا، ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی‌های آب، برق، گازوئیل، بنزین، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و مهمتر از همه اینها از ناترازی مدیریت که منجر به وجود آمدن شرایط موجود مملکت شده است رنج میبریم. کشور عزیزمان ایران اسلامی علیرغم اینکه 1% از جمعیت دنیا و 7% از منابع جهان را در اختیار دارد، ولی متاسفانه از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد و برخی از مسئولان کشورمان علیرغم اینکه خود میدانند مشکل اصلی ناشی از سوء مدیریت برخی از مدیران نالایق، ناشایست، ناتوان، بی عرضه و بی خیر و خاصیت و مشمئز کننده است که وبال گردن جمهوری اسلامی شده‌اند، ولی برای فرار از حقیقت از مکانیسم دفاعی دلیل تراشی استفاده نموده و همه مشکلات را به گردن تحریم، برجام، نافرجام، انرژی هسته‌ای، FATF، CFT، پالرمو و به طور واضح عدم ارتباط با آمریکا می‌دانند و فکر می‌کنند اگر تحریم‌ها برداشته شود مشکلاتمان یکی پس از دیگری حل خواهد شد. اگر اینطور است پس باید خیلی از مشکلات کشورها از جمله مصر، مکزیک، برزیل، بنگلادش، پرو و ده‌ها کشور دیگر که حیات خلوت امریکا هستند برطرف شود و رشد و توسعه پیدا کرده باشند. عدم انتصاب نادرست برخی از مدیران باعث بروز و ظهور خیلی از مشکلات موجود در کشورمان شده است. پتروشیمی شازن همونطوری که از اسمش پیداست در خاک شهرستان شازن واقع است و شهرستان شازن مبتلا به خیلی از مشکلات آن از جمله آلودگی زیست محیطی، آلودگی آب، هوا، خاک، مصرف آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، خسارات سنگین به بخش کشاورزی، افزایش بیماری، درد و رنج و عذاب و سرطان و سایر بیماری‌ها برای مردم شهرستان است و مدیریت و بکارگیری نیروهایش برای افراد غیربومی آن هم نه از سر دلسوزی بلکه از روی رانت و باند و بدون توجه به شایسته سالاری و برای انتفاع افراد خاص بدون اطلاع بنده و بدون اطلاع مسئولان استان باعث بروز مشکلات عدیده شده. مدیرعاملی که هنوز از راه نرسیده 16 نفر از مدیران و معاونان مرتبط با تیم اقتصادی و بازرگانی را از پتروشیمی خار، تخت جمشید، اهواز و اردبیل به پتروشیمی شازن منتقل کرده و آنها را بر مسند مدیریت قرار داده به نحوی که خود و معاونانش در تهران زندگی می‌کنند و ماهی یک بار در حدود 2 الی 3 ساعت به شازن می‌آیند، در حالی که افراد متخصص و متعهدی در پتروشیمی شازن وجود دارد که از بهترین‌های مملکتند ولی از وجود آنها استفاده نشده است. انتصاب غیرقانونی فردی دارای سوابق غیر شفاف و مسئله دار در پتروشیمی شازن به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور باعث خسارات فراوان
جوانان به این صنعت شده، به نحوی که صنعت مذکور از موقع انتصاب مدیرعامل فرد جدید دچار رکود و چالش شده است و برای اولین بار تولید آن از رتبه 1 به رتبه 3 کشور تنزل پیدا کرده. موضوع را با جناب آقای همتی وزیر محترم اقتصاد طی 3 ماه در میان گذاشتم. ایشون رو به شورای در واقع به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادم، ولی از پاسخ به بنده تفره رفتن. بارها و بارها با آقای کفاش هماهنگ کردم، مشکل رو حل نکرده. برخی از موارد غیرقانونی انتصاب مدیرعامل پتروشیمی شازن، عدم خیلی متشکر. 30 ثانیه جمله‌ش رو تکمیل کنه. استلام از مراجع ذی‌صلاح مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تخلف فرد مذکور در پست قبلی، مکاتبه محافظ در واقع معاونت حفاظت از کارکنان وزارت نفت در خصوص تخلف فرد نامبرده. سوال این است چرا برخی از مسئولان با وجود مشکلات فرد مذکور در انتصاب مذکور پافشاری دارند؟ چه مشکلی وجود داره؟ برادران عزیز، مشکلات اقتصادی مملکت ما در گروه مدیران نالایقه. به والله قسم میخورم تمام وجود و عزت و شرفمو میذارم. اگر مشکلات مدیریتی ما حل بشه هیچ نیازی به FATF، CFT و پالرمو و برجام نداریم. تمام صنایع در گروه مدیران نالایقی هستند که با رانت بانک برای انتفاع خودشون و تیم و دار دستشون دارن کار میکنن. کی باید مشکلات مملکت حل بشه؟ تو را به خدا کاری کنید، به استیضاح وزیر اقتصاد رو کلید بزنید تا این فردی که مردم رو به خاک سیاه نشونده نجات بدیم. تشکر میکنیم. بعد از آقای دکتر یوسفی تذکر 3 دقیقه همکاران نظر اعلام بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر شفاهی دستور روز. نفر اول جناب آقای محمد رضا صباغیان بافقی، شماره 110. بسم الله الرحمن الرحیم.